در حالی که جهان نفسش را برای جنگ حبس کرده بود. ناگهان صحبتی از یک روز بزرگ برای دنیا شد. امشب 17 اپریل 2026 تحولات شگفت‌انگیز در پرونده ایران و یونایتد استیت. ترامپ اعلان کرد ایران با نداشتن سلاح هسته‌ای موافقت کرده. حتی گفته دو طرف به یک توافق صلح بسیار نزدیک شده. او قصد دارد برای امضای این توافق به پاکستان سفر کند. اما صبر کنید، یک خبر مهمتر: ترامپ امروز را روز بزرگ و درخشان برای جهان خواند. از شهباز شریف و عاصم منیر تشکر کرد. همچنین از عربستان و قطر امارات چی گفت؟ ایران پذیرفته هرگز استریت آف هرمز را نبنده، از آن به عنوان سلاح استفاده نکند. حتی گفته شده ایران با کمک امریکا در حال پاکسازی ماینهای خلیج فارس است. تصور کنید، از تهدید بستن تنگه تا تضمین باز بودن آن. اما هنوز یک نکته مهم باقی است. ترامپ هشدار داده اگر توافق نهایی نشود، جنگ میتواند دوباره آغاز شود. جالبتر، او از ناتو هم انتقاد کرده، آن را ببر کاغذی خواند. اما هنوز هیچ واکنش رسمی از سوی ایران منتشر نشده. این یعنی چی؟ یعنی هنوز همه چیز قطعی نیست. ما در اساسترین لحظه ایستاده ایم. از یک سو نشانه های صلح، از سوی دیگر ساحه جنگ. اگر این توافق نهایی نشود، یک تحول بزرگ جهانی رخ میده. اگر نه، بازگشت به بحران دور از انتظار نیست.